یک کیک شکلاتی خفن، راحت، جذاب براتون آوردم. قطعاً عاشقش میشین. سلام، من مامان مریمم. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا تخم مرغ رو میزنیم تا از لختگی در بیاد. شکر و وانیل رو بهش اضافه میکنیم، با همزن میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه و بعد به روغن مایع 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه کردم و مخلوط کردم و به مایع تخم مرغی اضافه کردم، هم زدم و بعد شیر رو اضافه کردم و مخلوط کردم و در آخر هم مخلوط آرد و بیکینگ پود که از قبل 3 بار علا کردم اضافه کردم و داخل قالبی که از قبل چرب کردم ریختم و با سیخ چوبی هواگیری کردم و در فر از قبل گرم شده به مدت 45 دقیقه میگذاریم تا پخت کاملا انجام بشه. تا پخت کیک انجام میشه میریم سراغ سس کیک. شیر، شکر، نشاسته ذرت، پودر کاکائو، وانیل رو اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم، میگذاریم روی حرارت مرتب هم میزنیم تا به غلظت فرنی برسه.